امروز تاجیکستان کشوری همچون کشوری بزرگ خود را در عرصه جهان معرفی کرده ایستاده است. این بختی ما و شما است. در کدام منطقه دنیا اگر که سفر نکنید تاجیک را میشناسند و احترام آن را به جا میارند. مطابق نقشه چهاربینی‌های ریاستی مؤسسه دولتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان همزمان نقشه چهاربینی‌های ریاستی فعلی مؤسسه دولتی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان در ولایت سوغد ماموریت لیسه کسبی خدمتی شهری خوجند بخشیده به 25مین سالگرد روز وحدت ملی چهاربینی سیاسی و فرهنگی تحت عنوان وحدت ملی امید پیشرفت جامعه برگزار شد. چهاربینی را اجرا کننده دیرکتوری فعلی دانشگاه بین‌المللی سیاحی و صاحبکاری تاجیکستان آغاز بخشیده اوید به سازشنامه استقراری صلح و وحدت دستاوردهای دوران استقلالیت و رشد علم و فرهنگ در دوره معاصر ابراز نظر نمود. بعدا معاون رئیس کمیته اجرایی حزب خلقی دموکراتیک تاجیکستان در شهر خوجند اورونبای و محبت کاتب هماهنگساز شورای حرکت وحدت ملی و احیای تاجیکستان در ولایت سوغد اعظم حاتمی آموزگار فنی تاریخ و حقوقی مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه کسبی خدمتی شهر خوجند برآمد نموده پیرامون به امضا رسیدن سازشنامه عمومی استقراری صلح و رضایت ملی خودشناسی و میهن پرستی از خود نمودن علم‌های معاصر تربیت معنوی جوانان ترغیب غایه‌های خویشتن شناسی دستاورد بزرگ ملی عقیده‌های خود را مطرح نمودند. نقش وحدت ملی همچون دستاورد بزرگی هم مردم شریف تاجیکستان در متحد نمودن هموطنان و از خاطر نابودی نجات بخشیدن دولت نوین تاجیکان به غایت بزرگ بوده. آن همچون پدیده نادری دوران صاحب استقلال کشور باید همیشه مورد آموزش و ارزش‌گذاری قرار داده شود. در چهاربینی مذکور از جانب خوانندگان و دانشجویان فعال شعر و سرود در وصف پیشروی ملت، وطن مادر، وحدت ملی و صلح قرائت گردید. در انتهای چهاربینی به یکچند استادان و دانشجویان فعال دفترچه حزبی و از جانب ریاستی فعلی دانشگاه سپاسنامه به دانشجویان فعال تقدیم کرده شد. نمایش سیاسی و فرهنگی خیلی دقت جلب کننده و خاطرمان برگزار گردید.